آنچه گذشت. پس از دستیابی توالت ها به علم و تکنولوژی، اونا تونستن ویروس های توالت رو وارد بدن اسپیکرمن کنن، از جمله اسپیکرمن تایتان، و این باعث شد که قدرت توالت ها چندین برابر بشه. اما کامرامن ها تونستن تفنگی رو اختراع کنن که میتونه جلوی اونا رو بگیره. اما این تفنگ برای همه اونا کافی نیست. تفنگ قوی تری میخواد که ویروس رو از بدن اسپیکرمن تایتان در بیاره. ولی ما اینجا مثل همیشه مشکل بزرگتری داریم. توالت رئیس، اون میتونه برای همیشه جلوی کامرامن ها ایستادگی کنه و اونا رو نابود کنه. تقریبا بیشتر از نصف شهر تصرف شده و تمامی منابع دارن غارت و نابود میشن. آیا کسی شجاعت این رو خواهد داشت که در مقابل توالت ها ایستادگی کنه؟ تیوی من ها، اونا میتونن با قدرت هیپنوتیزم و اشعه مرگ اونا